سلام بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ صحتمند؟ سرحال؟ چیگه پا سرفایتان بخیر هستین؟ دوستای عزیز، امروز با آمدم یک سلمانی که لپ جپه بگیریم و ما و فیصل جان هم داخل است. ما و فیصل جان بخیزیم بریم یک دفعه طرف شهر نو و پارک مال یکان جایی را به شما به نمایش بگیریم. ساعتان پیشه ما خاص از خاطر خوشی شما دوستا هموطنا میخوایم که همیشه سرگرم و راحت و امرای فامیل محترمتان برنامه ما رو ببینید. دیگه میریم داخل. دوستای عزیز، فیصل جان اونجا است دیگه، نمی لپ جپه گرفته میرید طرف شهر نو. شما با ما باشین میریم. چی که دیگه دارم؟ ها؟ دوستا از خیلی لپ جپه ما رو بگیش. دوستا کلش منتظر است دیگه. فیصل جان هم دوستا میبینید وقت کامران تبیر من فیصل رو بگی تبیر دفعه پیش بیا. چقدر مقبولک شده میبینید دوستا. فیصل بسیار نام خدا مقبول شده. مقبول هستی یا مقبول شدی؟ مقبول بودیم. بیا استاد جان. ما آماده شدیم دیگه. فیصل جان هم شما میبینید. فیصل جان هم دولت دستوری ششتن است. این دستوری ششتن و انگلیسی دیگه حالا چرا کنم مشکل نداره دیگه. دستوری یا دیگه استاد حالا کسی دستوری باشه که مشکل داره؟ نداره نه؟ الله فیصل سلامت باشه. دوستا دیگه ما میریم بخیر. اینا فیصل هم آماده است. میریم طرف شهر نو انصاری. نمو تو پارک مال میریم، باز کوچه شنواری میریم دیگر. یگان جایی که شما پیش دق شدین گفته بودین که ما مو جایا رو بگیریم دیگه. ما و فیصل جان همون تو قسکده در موتر میریم بخیر طرف شهر نو کوچه انصاری پارک مال. اگر شد یگان خریداری میکنیم، اگر نشد چانس یاری نکرد انشالله دفعه بعد دیگه. شما منتظر باشید. ما و فیصل جان دوباره در خود شهر نو آجی یعقوب برمیم. دوستا از یک راه ما رو فیصل جان آورد که اینطوری بود. کجاست اینجا فیصل؟ کوچه کارت پروان از سرک زیاد بیروبار بود. این کوچه کارت پروان از دوستای عزیز میفهمین یک قسمت بود که این اینطوری سرپاینی بود نه؟ ما گفتم به خدا خیال بود در مورد به خدا. نه در اونجا جایی بود که چی بود نه فیصل؟ اینی کسایی که پیاده هستن اونجا تیر میشن نه؟ ایچه بیادر تو ما رو آوردیم. گفتم به خدا خیر رفتیم دیگه. رفتیم یه چیز دنیا رو ندیدیم رفتیم. این کوچه رو خوب بلد هستن خب. دیگه از کوچه های آوردیم سرک زیاد بیروبار است. 4 بجه دیگر هستن. گفتم تا شهر نو در 2 ساعت میره سادن از روی سرک. دیگه اگر بیروبار نبود تا وقت ما شما رسیده بودیم اون طرف. کوچه کارت پروان. دوستان عزیز فعلا در کوچه کارت پروان هستیم دیگه. به طرف شهر نو روان هستیم. ببینیم که بیادر حال از کدام قسمت ما رو فیصل جان میکشه. یا رقم یا رقم کجا رو قاچاقبرا رو بلد هستی. ای گفار مزه کدام چیز فکر نکنه. کوچه با کوچه از این کارت پروان فیصل بلد است. کوچه با کوچه شه. کوچه یگان فضایی کوچه می آمدن نه؟ یاد از اینمی اشتکی هم بخیر نینیم. کودکا رو دیدم پیشتر فیصل دیگر که میشه دیگه در بیروستن دیگه. ما که خورد بودیم دوستای عزیز. باز دیگر که میشد باز چی میکردیم؟ نبر آمدیم توش لبرد خاک برنی. حالا خود اشتکا کلش برند شده. این آیپد دارن و موبایل دارن دیگه دارن. گیم آنلاین میزنن. گیم آنلاین. ما شما دستا در خیدگی بیادر واسلین چرب کو پر زدن بخوی اگاله. سر ما و شما بیادر ماتم بود. در درخت بند ما کنی که دیگه نری بیرون. نه تا میخوام درخت بود چطور؟ سابقا بود درخت بود. مدنی و با تصویشی و با سعیده کنه؟ او کنه. تاختو پویگی فیصل جانه؟ ولی نپوی. سم پشتو میزده.
ازده ده قنداری پشت خبری کنم ازده ده کنه؟ ازده میده پشتو خبری کو صحیح ده؟ لگ میزده دیر لگ ازده مونږ هم لگ ازده یو سره ما ته ویل چې تا خو لغمانی یې که نه ولې پښتو خبرې نه کوې ما وویل چې پښتو مې زده نه ده لږ زده ده خو بیا غلطي مې ونه کړو داسې خبر ده که نه فیصل جان ته نه چی پوهېږي شه ده ښه ده از ما پښتو زده ده خو کندهار کې مې ژوند کړی دی تر شپږم صنف پورې زده کړې کړې دی نو دلته څو سال یو لس کاله په کندهار کې په کابل کې یم په کابل کې نو پښتو مې یو نکې هېر سوې مې ده د هغه لپاره نو سم څو کلن وې چې راغلی کابل کې زه 12 یا 14 کلن وم ماشاءالله پښتو دې زده ده چې قندارۍ قنداري پښتو مې زده ده قنداري ښه پښتو ده که نه او سچه پښتو قنداري پښتو ده که نه مونږ خو بدل یو برن نه یو که نه هغه برن څنګه هو که نه دا کوسونه څنګه وو وطندارانو دا د کارت پروان کوسونه ده ډېر ښه ماشاءالله ښه ځایونه لري او ښه سړکونه لري ماشاءالله ډېر جمع جوش هم ده لږ ذره پښتو خبرې وکړو چې یو حیوان بیننده و همیشه پشت زبان روشنی فارسی را نفهمم لگ پویگو معذرت میخوایم دوستای عزیز پشتای ما خود دوستان دیگه خواهی ما چی میکنیم به طرف شارنو روان هستیم شما یک چند تصویر بیننده باشین انشالله که بسیار دق نشن دوستانی باز پرحرفی نشه کجا رسیدیم؟ بارستان فعلا رسیدیم دوستان انشالله در حضور شما دوباره بیادر سلام علیکم صحتمند بخیر خیریتی از جان جور یوتیوب کلاگی میبینه تا کدام سلام علیکی داریم میشه با دوستا بود خوب هستم بخیر صحت کرکت هم میبینین امل کی است ساوت آفریقا هم نیوزلند خب کدامش پیش است فعلا فعلا دیگه به نظر من همین ساوت آفریقا پیش است خب نه ساوت آفریقا خود پیش است فعلا باش که امروز آمدیم گفتم کدام عطر بگیریم او مرزان که تو نشه که بیادر 4500 باشه نه فایده هیچ برای سر در قیمته که بخوای عطر اصلا هیچ برای بخیر کدام دان اسپری بر ما داری نداری دو دکان دگان داخل شدیم گفتیم امروز دیگه ما برآمدیم یک مردم آزاری داریم مشکل نشه این اسپری سرزنجان است خب سه رنگ دارد ترکی است خوبش از بیاش
خوی پسان دیگه شاید چیش بشینه. پسان بویش دیگه هم خدا نرم و خوبش میسازه. اسپری حتی یه خاصیت داره نه که اول تیز میباشه آیستا آیستا باز بویش خدا نرم میکنه. نرم است نه؟ رنگ آبیش. رنگ آبیش بسیاره که بوی خوبش هم داره. قیمتش باشند است؟ ارزان است؟ مثلا ارزان شما بیشتر ما از ارزان شما ساز زیاد میترسم. مثلا است only for men. این زنانه شما داره یا نه؟ نه فقط مردانه است یا؟ امروز دفتر بریم بیادر چیز کمکاراز ببینه که ما اسپری بوی میتیم. و هم چند رنگ هم خوبش است. از او که دیگه خوش آمد. این نرم است این نه؟ نرم تر است. خب قیمتش هم نه؟ قیمتش 2.5 سال از بخور ارزان. ارزان چند صد روپه؟ چطور از کاروبارا؟ خوب است نیست؟ شکر خداست میگذره. نمی قناعت که ما شما دوستای عزیز داشته باشیم بر ما هم چیز هستونم. نه قناعت که نکنی خونه میشه. بشک مشتری سابق زیاد بود یا حاله؟ نه سابق خود زیاد بود تو خود معمولی است که با آه، من واقعیت. سابق مشتری زیاد بود. حالی مشتری کم شد اما به هر حال شکر است. شکر از بشک حال نمیشه که ما بگیم سابق قسمی که مشتری ها بود حالی نیست این گپ هم نیست هست. اما اگه 50% شده خب شده دیگه چی کنیم؟ نه بیا خداوند مهربان است میشه. آیستا زیاد شد. چی کنیم فیصل جان؟ بره؟ ما خود سال پیشتر گفتیم که با مردم آزاری برآمدیم. میشه آدرس دکانتان هم بدین به دوستا از ما را فالوورس های ما سابسکرایبر ما ماشاءالله بسیار بالاست و تیک تاک هایی که شیر میکنن آینده 4 میلیون 5 میلیون ویو میرسن. بسیار خوب. آدرس ما شهر نو پارک مال منزل 2 دکان 219. 219 اسمتان؟ صفی الله جان. مصطفی جان. صفی جان قن بخیر باشین. مصطفی عزیز یک جان تشکر بخیر باشین. تشکر لالا جان. دوستا یک گپ است که ما و فیصل جان سلام لالا جان خوب است حتما ما و فیصل جان امروز پارک مال آمدیم گفته خودش به مردم آزاری در هر دکانه که ما میریم دوستا اولین کار ما دایی است که چی میکنیم عطر و چیزها رو خوش میکنیم باز میگیم قیمتش یک جور میگیم باز میگیم استاد باز دیگه وقت میایم. خب فکر کنم منزل آخر از یک لند چی است؟ این چی میگن؟ جان؟ بله رفته خیر مشکل نداره البته کدام کار داشته یک نفر بود دیگه نمیشه میلانش تیر کنم کسی که نخواست مشکل نیست ما هم نخواستیم امرایش چی کنیم. خب علاقمند کدام تیم هستی؟ ما افغانستان خودمون. کجاست افغانستان نیست فعلا خود نه چپ از افغانستان کدام چیره دوزاری تیم دوزاری چپ از افغانستان ساوت افریقا را ماشاءالله تشکر بیادری زنده و سلامت باشی بخیر باشی تشکر جان میری سرزمین بازی میری یا این دکان ها رو سعی کردن سرزمین بازی چه رقم است نرفتیم از نه والا اوجا کدام چیز است این وقت اطفالی هستن خب ما بیخی در لباس های چی آمدیم گفتم بفهم دیگه ما در چی آمدیم در سرزمین لباس پرنس زهرا نکشید بعضی اعلان مردم تیر نکرده یوتیوب ما دوستا ما دیگه امروز چکر پارک مال از زده رئیسیم خب همین پیشتر تلفن در دست نداد از این خاطر که ساوند صحیح موبایل نمیگرفت دیگه تا جایی که ساوند صحیح نامده دوستای عزیز از پیش معذرت میخوایم بعد از اون متوقعش دیگه که ساوند آمده دیگه تشکر جان ضرور هم نبود دیگه من تشکری کنم یا بکنم نه بکن خیر دوستا خوش میشه اینا والا ها ما امروز السلام علیکم وسی بیادری سلام جان بخیر
چی عباس؟ خوب هستی بدر سلامت؟ بخیر هستی؟ تشکر سلامت. امروز ما دیگه مردم آزاری برآمدیم. خب فرمایید. بخیر باشی. کدام دان اسپری بر ما داری نداری؟ به خودتان میخواین مردانه زنانه؟ ما مرد هستم یا زن؟ اول میگه بر خودت بخوای یا مردانه یا زنانه. چرا خمدار خوش یا را شوخ هستی. بیا شیرین خوش دارین؟ یا شیرین تر خوب است نه شیرین باشه خوب است. این اسپری از کمپانی جانون است خیلی از خوبش است. جلد خودت چی استفاده میکنی؟ جلد خودم؟ آه جلد خودم هیچ چیز بیاد. نه واقعیت هیچ چیز. یک چیز استفاده میکنی. این بسیار این مردانه است. پسان دیگه شاید بیازی بشکن چی شو بشینانی؟ امیال هم بوش آرام است. دیگه پسان دیگه هم ششته میره. اگه یک زنانه است. زنانه نیست مردانه است. یک زنانه است. نشته است؟ Like a beautiful perfume for pretty girl. پریتی گرل آره میگم که این حال جان ما میزدی اون بچه بسیار تیز است. تیز است این باز بوی آرامتر داره. از دو سایز دارم خود دارم کلان راحت عربی است. دو سایت اسپری های تایت است ما امروز اسپری باران شدیم Yes, ادر بوی دیر سفاچ است. یم بوی آرامتر داره. اون خوش است. امیا خوش است. ای تو سکو؟ زیاد خوش خوش. آی خب بسان شاید چی شد؟ یکم چاکلیتیست نمیگم. چاکلیتی است زیاد باید دلانه میزنه. حقوق مرد و زن مساویز بیادری قصهش نشد استفاده کار چی پیش آمد خوش آمد قصهش نباش چند است قیمت از بیادری؟ قیمتشان بیاد 250 افغانی. با ما چند است؟ ما را بگو اون کلا که میگه رقم است هم است. خیر بخاطر از مشتری ما شوین 50 افغانی مرا تا نرکم شش کردیم 200 افغانی است. و دکانم فکر کنم نه باز کرده. یک 5 ماه میشه لاو چیزای ما در کار است. لاو کارت چون معلوم میشه دکان نه باز شده. خب بیا یگان دکانای دیگر هم ببینیم باز ایره قسمت بان در یک جای هیچ مشکل نیست. برو زیاد داره یکتا خونه آورده. خب زیاد نه خواهش میکنم بخیر باشین نه مذاق کردم پیشتر دیگه دکانا رو ان شاء الله میبینیم اگر از این کده بالاتر پیدا کردیم خوب اگر نکردیم دوباره میگیریم نه واقعیت بویش خوبش است واقعیت بویش خوبش است بخیر باشین. ان شاء الله چی میکنیم اگر از این کده بالا پیدا نکردیم پس می درست است. ما در خدمت. قربان دیداری خوش آمدید. تشکر قربانت میبینی؟ دیدی؟ چی رو دیدم دیگه نفهمیدی دیگه. مثلا من نقطه‌گیر نیستی. چطور یعنی بریم بالا بریم. بله صاحب بسیار ماشاءالله خوبش بود بر خودت بریم که خوش کرد نفر دیگه نفر که خوش کرد دقیقه سیش نشو کامرامای ما خوش کرده بیادری خوش شد دیگه اونمو خوش شده اونمو خوب بو یک دارم بفهمین از یک دانه پیش ما مونده. خب انشالله 3 روز بعد دیگه میریم. یک دانه مونده از این میگوش یک دانه مونده. دیدی من نگفتم تا علایده بانه چه دیدی گودنس هم هست. ها گودنس. گودنس دیگه بیایش از با سرد از بیایش این بوش نمون از این دیگه چه وقت میاری؟ حالی ایرم میپامی کامرما اینو ما خوش کرده دیگه میگه بیادر از پیش ما باید خطا نخورم دیگه بیایش داری نسبتا سردتر است. ببینید خوش تا میاد. یه هم کمپانی گودنس. این هم کمپانی جانوین است کمپانی شما. او باز دیگه میگم سرده. نه خوب بود یک داره. چاکلیتیست که گفته یگان. نه گمش کو دختر خان بچه شیام خیلی خوبش هست نگفتن منو خواهر که دیگه ذوقش باش کنیم خود کامرامین تو بزن کنم بو یک سیستم کنم کامرامین دیگه بویش وقت دیگه داداش بسیار خوب بوی داره خب بیادری زنده و سلامت باشه یک جان تشکر بخیر باشین بخیر مشکل نیست با عزت باشین تشکر
ولی از استفاده کنیم میذاره یا نه؟ آه. هم در ویدیو خوبیش بیاریم نه؟ در ویدیو خوبی بسیار یارا این تک چیزی هستی. بیادری یک گپ دیگه دو دکان دیگه هم رفتم گفتم از مرا اینمی ما خو در گزارش ها زیاد میباشم بیرون مبراهیم دیگه ناوقت خواه میکنم من همی جلد ما پک شده اگه دیده باشی پیشتر از خود سوال کنم در جلد چی استفاده میکنی دیگه حالا ما چی کنم پیش دکتر جلدی برم یا پیش سرگذشت هر رقم خودتان راحت است. ما کریم هم داریم، سیروم هم داریم به خاطر جلدا، هم به خاطر خانم‌ها داریم و به خاطر مردا داریم. خواه دیگه دلتان پیش دکتر میرین یا پیش سر نه علی تاثیر چی هستی یگان لکه کاز دیگه است این لکه کا تاثیر چند وقت گرمی بود تاثیر مو است ان شاء الله جور میشه زمستان جور میشه هیچ پیش دکتر ضرور نیست. کدام کریما رو داری نه بیشتر خب This is Azus خب مزمان باشه دارشگری نه عمر پرسان که چی میزنه کریم ساده هم داریم باز کریمای داریم ویتامین هم داریم نه به میرویم که نمی چهره را بکشه نه ویتامین ندارم که خودت بیشتر زدی نه مصطفی جان خب میزنه نه ویتامین به خاطر صورت است. آها یک دفعه که من سلمانی میرم پیشش جاتون چرب است یا خشک؟ چرب است استفاده میکنه هر چی دگیر شما استفاده میکنه چرب است این کریمای مقص کریم پانس است خب بیشتر خودم گفتی از چیز استفاده میکنیم ما بعضی روزا جلد ما چرب است خودوری از این کریم استفاده میکنیم ما ویتامین داره همزاد آفتاب داره دیگه این دی کریم است کریمای شوش هم است و این دی کریمش است چند فیصد چیزام داره تقریبا 20%. تو بیا یک ذره گک بزنیم این سیروم از روی برتان بزنیم که برتان اینا رو میذارم بازار اینم کریم وارد زده میشه یا این توری گک دریتون بزنین مشکل نیست اول دریتون کم بزنینش باز خوبی از این است که نرمال روشن میسازه جلده اینا رو چربش که باز برون میشه برد این کجایی هست؟ اینا هندی از پانس است هندی صاحب پانس یک اعلانش هم تیر کرد تو نه مفت کلازیم خب بازی تاثیراتش چه وقت چی میشه سیستم از طرف روز است بخاطر که روز شما میگردنید آفتاب SPF هم داره آفتاب هم داره باز کریم شوش هم داریم یعنی کریم است که بزنی سفید تام میکنه ای گفتم ویتامین هم داره همراه سفید کننده روشن کننده اینی چهره من میبینی که از روشنی افتیده اینطوری که مرنانه اولادا ببینه باز خرابی میشه نه اولادا هنوز تمام نشده خب قیمت از این چند از بیاد داریم خیر ایدم مشکل نیست پیسه ندیم سلامت بخیر باشی تشکر توفانه رو باز براسی میگم با شما کریم پانس با 600 افغانی 600 و دیگر ها چند میفروشین؟ با دیگر ها 12 چون برخم با قیمت 50% بر ما تخفیف داد همه آجور دانه رقم روشن همونطور کشیده بیانه ماشا رو بگیرم باز میم درست است صحیحه آرام میبینید سلامت باش بخیر باش یک جان تشکر نمو اسپری را فعلا بگیریم بخیر دیگه خوش آمدین هر ضرورت داشتین دکان خودتون است بخیر باش تشکر داریم مایده را گرفتی؟ نه مگر نمیته دیگه رو 500 ها ما میگم فکر ما خراب است از استاد فکرش خراب است خواهش میکنم میگم ان شاء الله میایم بخیر یک جان تشکر بخیر باشیم برمایت اسپری نزدی بیادرم دوستان چی میگین در رقمات در کل جای زدی دیگه بس تا است دیگه یعنی در کل جای زدی دیگه خب بالا میگی بالا چی گپ است بالا بالینگ است خب تا جایی که ما سنو دیگه سنوکر است زمین بازی است این چیزا است پیش پایین بعد دوستا بگیری که چرا قاعد موبایلت پایین رفته والا کریم 500 بسیار قیمت گفتم نه خب اصلی باشه چیز هم هندی رو اما خط شرق هم آلمانی نوشته بود فکر کنم آلمانی بود نه که چرا هم در جانم ما سایز که این دیسته دیگه باز تو سعی داشت ما کدام براسی است خیلی یعنی اینجا مردانه زیاد است این چیزایی که میبینی کلش نوآوردن از باشه من ذره دکانداری کنم چند است اساس قیمت ها
یه سازا میگم قیمت ها فرق میکنه، نظر به جنس است. کدامش خوش داری که من قیمت چه بگم. خب آمدیم، خوش شدیم. ما امروز گفتی از این خدای ناخواسته 2 ساله چی فکر نکنن نمی تو آمدیم گفتیم یک چکر پارک مالا بزنیم به دوستان نشان بدیم دیگه. خوش شدیم دیدیم تا. یک جان تشکر. به خیر و سلامت باشین، به خیر باشین، قربانتون، زنده باشین. دلم است که خاتمه بتون برنامه را دیگه. دایرکتر صاحب میگه اینجا ساعت شو باز خاتمه بده. اونجا 20 تخفیف هم داره، 40% تخفیف هم متاسفانه بنده است. خب بله صاحب، خوش شدیم. امروز آمدیم دوستای عزیز پارک مال هم به شما نشان دادیم، بعضی جای دیگر براتون نشان دادیم. امیدوار هستم نشان دادی دیگه. تنها پارک مال نشان دادی. نه خوچینی راک تصویر گرفتیم. تصویر گرفتی. خوش شدیم دیگه. فیصل جان بخیر باشین. بخیر باشین. از شما هم تشکر. زنده و سلامت باشین. دوستای عزیزی هم بود پارک مال. کسایی که از ما خواهش کرده بودن که بریم پارک مال هم. موقعیتش کجاست؟ موقعیت شارنا و چاره انصاری. آفرین. دیگه زنده و سلامت باشین. میشه که خداحافظی کنیم امروز. خب دوستای عزیز خیلی فعلا خداحافظتان. دیگه بعد از این برنامه داریم نداریم؟ اگر برنامه امروز داشتیم خوب، اگر نداشتیم دیگه باز همینجا خاتمه یا برنامه ما رو ببینین، لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین و تشویق ما کنین. بشه. الله تا دیدار بعد خداحافظ.